خانم چپی که مشاهده میکنیم مریم فلاح حقشناس هست از کشور ایران. 27 ساله در مقابل حریف ترکیه‌ای خودش قرار گرفته در کشور ترکیه. قد خانم حقشناس 173 سانتی متر، 59 کیلوگرم وزن دارن. این مبارزه در تیر ماه 1400 برگزار شده و اولین مبارزه MMA ایشون هست در یک کشور غریب، در رینگ MMA در مقابل حریف ترکیه‌ای در کشور ترکیه. ببینیم چه اتفاقی میفته در این مبارزه. این چهره که مشاهده میکنید که مانت گاردشون هم گذاشتن خانم مریم فلاح حقشناسه، منتظر حریفشه. بله حریفشون هم اومد، ماشاءالله چقدر هم دیر اومد، انگار عروس دارن میارن. خب حریفشون هم داره وارد میشه تا بیاد داخل رینگ. یه ذره دیر اومد ولی حالا خوش اومد. ببینیم چه اتفاقی میفته در این مبارزه MMA. ماشاءالله باید جیگر داشته باشی یا خانوم باشی تو رینگ MMA بیای. ببینیم چه اتفاقی میفته. بعضی وقتا میرین مبارزات میبینین دوربین نیست، مثل ایشون یه موبایل، یه دوربین، یه فیلمی بگیره، این فیلم ها ثبت میشه. به هر حال ما هم حمایت میکنیم از فایترهای کشورمون، چه ببازن چه ببرن. باختم به هر حال یه دانشگاهیه برای خودش، کلی چیز با آدم یاد میده. فعلا که چهرهشون رو دارم میبینم نسبت به اینکه مبارزه اولشونه خیلی ریلکسن، خیلی ریلکسن. باید ببینیم استرایکرن، گرپلرن، چه اتفاقی میفته. ایشون ساکن رشت هم هستن و جزء فایترهای خوب. من اینطور که شنیدم خانواده کشتیگیری هم داشتن، یعنی دیگه یه جوری کشتی تو خونشون باید باشه، اما استرایکرن. با هم دستم میدن، داور سری نکات رو میگه، قاضی ها رو داره هماهنگ میکنه، میگه شما آماده، شما مبارزه آغاز میشه. از همین لحظه مبارزه آغاز میشه. یه دونه هوک چپ حریفش میزنه، بدجور گرپ میکنن، یه فنده کمر حریفو میاره در خاک، محکم میکوبه در خاک. حالا ببینید چوک میخواد بکنه حریفو یا نه. باری کلا خوب جمع جو کرده، سرگردن مال خودش کرده، چند تا ضربه داره میزنه و تمام و تمام و تمام. چی شد؟ چوک نکرد حریفو که. فکر کنم با اون ضربه محکمی که فنده کمری که زد، چقدر زیبا زد. 18 ثانیه، تو 18 ثانیه حریفو تموم کرد. دندای حریف فکر کنم شکست و آسیب دید. عجب فنی. باری کلا ما خانوممون کم دیدیم از این فنه که کارو ببنده. حریف رفت بیرون و دست مریم فلاح حقشناس به عنوان پیروز بالا میره.